هیچ قومی ایتو تاریخ بد نداره. نسل خنزیر و میمونن. قرآن میگه روزی که بر دشمن گلوله اصابت میکنه او روز مسلمان باید خوش بشه. به امید نابودی اسرائیل غاصب. گوشت خر است و دندان سگ است. یعنی اسرائیل و ایران فرقی نمیکنه. فرق میکنه. دشمن هر چی که داشت انجام داد. هر موشک و هر گلوله و هر باروتی که از ایران شلیک میشه تا سرزمین های اشغالی به اسرائیل میرسه یک جشن باید گرفت. خوشحالی کنیم. در بین رومانی ها و ایرانی ها جنگ شد. جنگ در گرفت. ایرانی ها در اون زمان آتش پرست بودن. رومانی ها اهل کتاب بودن. مسلمان ها در همزمان غزوه بدر بود. غزوه بدر مسلمان ها به سرکردگی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه طرفدار ایرانی ها نشد. طرفدار کی شد؟ طرفدار رومی ها شد. چرا؟ یک نقطه وصل و اشتراک در بین بود. گفت اونا اهل کتابن، حداقل کتاب دارن، با این که کتاب دارن با ما شریکن. ایرانی ها کتاب نداشتن، آتش پرست بودن در اون زمان. مسلمان ها صحابه یاران رسول الله با مشوره رسول الله، حضرت ابوبکر صدیق به نزد رسول الله رفت صلی الله علیه وسلم. رسول الله گفت برو با اینها شرط ببند، بگو که الف لام میم غلبت الروم و هم من بعد غلبهم سیغلبون. حالا که رومی ها مغلوب شدن، شکست خوردن در مقابل ایرانی ها، لیکن بعد از 9 سال 7 سال 6 سال 3 سال بالاخره اینا پیروز میشن. برو با اونا شرط ببند، سر 5 شتر 7 شتر 3 شتر شرط ببند، عشق بورز، خوشحالی کن، بگو که آخر باشه این رومی ها پیروز میشن. لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء. به نصرت و کمکی که خدا به رومی ها کرد مسلمان ها خوشحال بود. صحابه خوشحال شدن. صحابه خوشحال شدن که خدا را شکر که بعد از یک شکست که رومی ها شکست خورده بودن در مقابل ایرانی های آن زمان آتش پرست، حالا دوباره چی شدن؟ پیروز شدن. مسلمان ها جشن گرفتن. جشن. ابوبکر صدیق جشن گرفت. هر موشک و بالاخره هر گلوله و هر باروتی که از ایران چی میشه؟ شلیک میشه تا سرزمین های اشغالی به اسرائیل میرسه، یک جشن باید گرفت. خوشحالی کنیم. به صفحات مجازی خوشحالی کنیم. همدردی خود نشان بدیم. مسلمان ها متحد باشن. اظهار خوشی کنیم. یک نفر یک متخصص دانشمند، در ظاهر حالا دانشمند، او میگفته که روز سقوط آخونده آمد. یعنی غرب زده ها مقلدان میمونوار غرب و آمریکا حتی شبکه هایی که به نام اسلام کار میکنن، شبکه هایی که در از ممالک عربی تمویل میشن، اونا اظهار خوشی میکنن، میگن گوشت خر دندان سگ. این کفر است. گوشت خر دندان چی؟ سگ. میگه ما کاری و کار اینا نداریم. گوشت خر است و دندان سگ است. یعنی اسرائیل و ایران فرقی نمیکنه. فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. آه و ناله اطفال معصوم غزه امروز بالاخره به فلک رسیده. به فلک رسید. مرا مهری سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. قضای آسمان این است دیگرگون نخواهد شد. رقیب آزارها فرمود جای آشتی نگذاشت. مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. دشمن هر چی که داشت انجام داد. فکر نکرد که آه سحرخیزان یک دفعه به فلک میرسه. الله میفرماید و یومئذ یفرح المؤمنون. در روزی که بر دشمن گلوله اصابت میکنه او روز مسلمان باید خوش بشه. مسلمان ها باید اظهاری چی کنن؟ خوشحالی کنن. به امید نابودی اسرائیل غاصب. هتلر خوب گوش کنین سخنرانیاش. او گفته که من هتلر یهودی کش، یهودی ها را کشتم، چیزایی هم باقی ماند بعد از سر من. شما میدانید که اینا چطور نسل خنزیر و نسل میمون، اینا چطور مردمن، اینا خطرناک مردم، اینا نسل خنزیر و میمونن. قرآن میگه
هیچ قوم ایتو تاریخ بد نداره. خداوند یهودی ها را پیرمردش تبدیل به خوک کرد و جوانش تبدیل به چی کرد؟ به میمون. اینا زاده های میمون و خوک و خنزیرن.